نام اول عقیده چیست؟ اول نامش عقیده یا اعتقاد یا عقاید است. زیادتر اگر دیده باشین در مکاتب و در اینجا به نام عقیده یا عقاید یا علم اعتقاد این تدریس میشه. عقد به چی معنا است؟ عقد به معنای ربط دادن است. قلب این مسلمان با خالقش ربط پیدا میکنه. نام دوم عقیده چیست؟ نام دوم دیگه عقیده چی هسته؟ ایره علم توحید میگن. توحید ایره علما میگن تسمیه کل به اسم جز است. چون در عقیده بسیار چیزا شامل است، لکن توحید یکی از اساسات و ارکان مهم علم عقیده هست. به این خاطر یکی از نامهای عقیده چی هسته؟ توحید است، یعنی یکتاپرستی. چون در علم عقیده وحدانیت خالق بیان میشه، یکتاپرستی خالق بیان میشه. این بیان میشه که تو با خالق چه قسم ارتباط داشته باشی، صفات از او را چه قسم بشناسی، افعال از او را چه قسم بشناسی، چه قسم بر از او عبادت بکنی، چه قسم عبادت غیر از او را نفی بکنی. این کل ازیا در علم عقیده و در عقاید است و در این کورس عقیده ما درس میکنیم. نام سوم عقیده چیست؟ نام دیگه عقیده که در کتابای ما و شما آمده به معنای سنت آمده یا نوشته است که عقیده اهل سنت. چرا کلمه اهل سنت استعمال میکنن؟ به خاطر از اینکه یکی اهل سنت است و یکی اهل بدعت است. هر کسی که از سنت پیروی نمیکنه او از بدعت پیروی میکنه. یا اهل سنت هستی یا اهل بدعت هستی. سنت آن چیزی که روش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. لا اله الا الله. وقتی که ما میگیم لا اله الا الله این هدف دین شد. نام چهارم عقیده چیست؟ دیگه نام از نامهای عقیده اسلامی اصول دین است. چی است؟ اصول دین است. یکی اصل دین است، یکی فرع دین است. نماز فرع است، روزه فرع است، زکات فرع است، جهاد فرع است، دعوت فرع است، حج فرع است. اصل دین عقیده است. نام پنجم عقیده چیست؟ دیگه از نامهای عقیده فقه اکبر است. گوش کنین کسانی که ادعا میکنین که ما پیروان امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هستیم. گوش کنین که در افغانستان چقدر دروغ میگن. حنفی نیستن. امام ابو حنیفه صاحب بسیار لوکس بود. یک روز یک نفر 16 تا چپن پوشیده و میگه ما حنفی هستیم. امام صاحب ابو حنیفه 16 تا چپن نپوشیده بود. تو یک ماست که خدا نششتی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کسایی که خواندن و ما خواندیم مکمل زندگیشه. اول در جوانی خود تجارت میکرد. تجارت تکه بود. تجارت تکه میکرد. بزرگترین تجار در منطقه خود بود. پیسه‌دارترین نفر در منطقه خود بود. سر شاگردای خودش مصرف میکرد. و تو کورس نساخته بود که از شاگردها پیسه بگیره، بلکه بر شاگردای خود مصرفشان ای میداد. بهترین لباس، بهترین تجارت، بهترین تقوا داشت. بهترین فهم از دین داشت. نام ششم و هفتم عقیده چیست؟ دیگه از نامهای عقیده چی است؟ شریعت است. چون شریعت شامل اعتقادات میشه، شامل اخلاقیات میشه، شامل عبادات میشه، شامل احکام فقهی و نظامهای اسلام میشه. از این خاطر یکی از نامهای شریعت هم است. و یکی از نامهای عقیده چی است؟ ایمان است. به خاطر از این ایمان میگن چرا در عقیده ایمان است. آدمی که عقیده خوان او ایماندار است و آدمی که عقیده نخوانده او بی ایمان است. هر قدر که دعوای ایمانداری بکنه ایماندار نیست. چطور تو میتونی مثلا آب نشناسی؟ چطور میتونی تو درباره ازی بگی که والا من آب نمیشناسم لکن من ساینسدان هستم؟ از چی ترکیب شده؟ H2O را میفهمی؟ چی معنا چرا تو هست و چرا او هست؟ اینو کس نمیفهمه، باز میگه والا صاحب من کیمیادان هستم. دروغ میگه. وقتی که ترکیب آب نفهمید بازو بگه من کیمیادان هست. یک کس عقیده را نمیفهمه، فرمول های عقیده را نمیفهمه و میگه من ایماندار هستم.
از کجا گرفتی ایمانت؟ از همین 4 تا کتابای شعر؟ از کتاب شعر تو ایمان؟ آیا او کتاب شعر است یا کتاب ایمان است؟ حداقل عقل داری. آیا یک نفر بگی برو یک کتاب کیمیا بخر، او میره کتاب ادبیات هم میخره؟ خب میره برش میگه بیادر کتاب کیمیا داری، او برش میگه که میره کتاب شعر بخوان. میگه بیادر خود کتابش ادبیات است، من ادبیات کار ندارم، من کیمیا کار دارم. حال تو ایمان کار داری. ایمان در کجا هست؟ در کتاب های ادبیات یا در قرآن عظیم الشان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ نام 8 عقیده چیست؟ عنوان دیگه درس ما که هست اصول عقیده اسلامی هست. اصول عقیده اسلامی. کسانی که علم عقیده نخوانده اند قلب آنها با کی ارتباط پیدا می کند؟ و کسایی که علم عقیده نخواندن قلب از اونا با مخلوق ارتباط داره. حتی اگر این مخلوق پیغمبر باشه یا از اولاده پیغمبر باشه یا ملائکه باشه، در قسمت از او افراط و تفرید صورت میگیره. الله سبحانه و تعالی به رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگوید؟ و پیغمبر هم الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ قل بگو که ان صلاتی، نماز من، و نسکی، و تمام مناسکی که من انجام میدم، و محیای و زندگی من و مماتی و مرگ من لله رب العالمین، کلش بر الله هست. علم عقیده را چرا عقیده میگویند؟ پس این علم عقیده چرا میگه که ربط میده قلب تو مؤمنه با خالقت. و کسانی که این علم نخواندن، شاید فقه بسیار خوب خوانده باشه، شاید شعر بسیار خوب دکلمه بکنه، خوب شعر بفهمه، شاید خوب ادبیات خوانده باشه، لکن چون علم عقیده را نخوانده، به شکل از اشکال شیطان قلب ازیره ربط میده به یک مخلوق. اینمی کار شیطان است. قلب ما با خالق ارتباط داشته باشه یا با مخلوق؟ با خالق. وقتی که میگیم قلب ما باید با خالق ارتباط داشته باشه، باید علم عقیده را بخونیم. و اگر میخوایم قلب ما با مخلوقات ارتباط پیدا بکنه، باز شخصیت ها را بخونیم. در مردم افغانستان یک مشکل بزرگ چی است؟ در افغانستان ما شما یکی از مشکلات بزرگ چی است؟ هر شخصیت سیاسی و اجتماعی و اسلامی را مردم خوب میشناسن. هر شخصیت. نامایشان من نمیگیرم، لکن وقتی که درباره یک شخصیت بگویی کلگی بسیار مردم را میشناسه. برش بگو که 1 ساعت درباره ازو گپ بزن، میگه گپ میزنم. اما برش بگو که 10 دقیقه درباره او توحید گپ بزن، 10 دقیقه گپ زدن نمیتونه. چرا؟ از عقیده دور است. همین مشکل مردم ما شماست. از این خاطر چطور میتونی او کسی که قلبش وابسته با یک مخلوق است، او را قلب از او را به خالق وابسته بسازی؟ خلاص راه خود تعیین کرده. از این خاطر انسان پرست یافت میشه در افغانستان، قبر پرست یافت میشه، پیر پرست یافت میشه، ملام پرست یافت میشه، مولوی پرست یافت میشه، رهبر پرست یافت میشه. خدا را پیش روش دو بزنی قار نمیشه، اما رهبرش اگر دو بزنی کت سنگ در دانت میزنه. مگه تو چطور این رهبر مرا حداقل یک کلمه زشت در مقابلش استعمال کردی؟ از این خاطر اگر فکرتان باشه، حالا آهسته آهسته بت پرستی، رهبر پرستی شروع شده. مجسمه های رهبرا را حالا میبینین که آهسته آهسته جور شده میره. پدرش جور میکنه، بچهش بازو را رنگ مالی میکنه، نواسش بازو را برش قربانی میکنه و کواسش سجده میکنه. اونم مثل زمان نوح علیه السلام باره. کسانی که ذات خالق را نمیشناسند چی مشکلی برای آنها پیدا می شود؟ مشکل ما این است که ذات خالق نمیشناسیم، صفاتش نمیشناسیم. چون صفت خالق نمیشناسیم، صفت خالق برای مخلوق میدیم. مثلا اجابت کننده دعا کی هست؟ مجیب، المجیب الله هست. دعای ما را الله اجابت میکنه. چرا ما دست دعا به مخلوق بلند میکنیم که او شاهد شمشیره برای ما بچه بتی؟ امی که دست تا بلند میکنی برای شاهد شمشیره که بچه بتی، در حقیقت این صفت مجیب خالق برای کی دادی؟ برای شاهد شمشیره دادی. میگی او اجابت میکنه. چرا روی تا به طرف قبله نمیکنی؟ نمیگی که یا الله برای ما پسر بتی، برای ما دختر بتی، شفا بتی. تو مجیب هستی. چون صفت مجیب خالق نمیشناسیم، میریم از مخلوق اجابت دعا میکنیم و دست دعا در مقابل یک مخلوق بلند میکنیم، چی زنده باشه چی مرده باشه. چرا پسر رسول الله صلی الله علیه و سلم در آغوشش وفات میکنند؟
چرا بچه پیغمبر در آغوش خودش وفات میکنه؟ به خاطر که برای ما بفهمانه که پیغمبر اگر شفا داده میتونست پس بچه خودش شفا میداد. بچه دست خودش وفات میکنه، بچه جوان نداره، پس معلوم میشه که پیغمبر شفا دهنده و خلق کننده نیست. خالق و شافی الله هست. پیغمبر رسول الله هست، فرستاده الله هست و احکام الله را بر مردم بیان میکنه و عقیده توحید بر مردم بیان کرده. ما باید از روش کی استفاده کنیم؟ از سنت عملی و تطبیقی که استفاده بکنیم، از تقریری که استفاده بکنیم، از قول و فعل تقریر که استفاده بکنیم. محمد رسول الله جز دوم کلمه هست که ما باید از روش رسول الله صلی الله علیه و سلم استفاده بکنیم. کی میتواند کتاب الله سبحانه و تعالی را خوب تطبیق کند؟ پس وقتی که محمد رسول الله هست پس فرستاده الله هست. فرستاده الله میتونه که کتاب الله را بیشتر تعریف بکنه و تشریح بکنه و بیان بکنه و او خوبتر میتونه تطبیق بکنه. عقیده به چی معنی است؟ عقیده اهل سنت چی معنی؟ یعنی عقیده که مطابق عقیده رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اما کسایی که اهل سنت نیست در مقابل چی آمده؟ در مقابل اهل بدعت آمدن. چرا اهل بدعت چی کردن؟ عقیده خدا به نام اشخاص آوردن. موسویت به طرف موسی انتقال شد. ببین نام الله فراموش شد. عقیده موسویت، عقیده عیسویت، عقیده فلانی مرجعه، عقیده فلانی، نام های اشخاص دیگه آوردن. لکن علمای اسلام گفتن نه خیر، عقیده درست عقیده قرآن است، عقیده درست عقیده رسول الله صلی الله علیه و سلم است. یگانه قلبی که پاک بود قلب کی بود؟ یگانه قلبی که پاک بود قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم است. چرا پاک بود؟ به خاطر از اینکه در 4 سالگی و 5 سالگی سن خوردش ملائکه آمدن جراحی قلبی کردن و چیزی که کثافت هایی که از قلب است و چیزی که حقد است و گپاست پاک صفا کردنش و با آب زمزم شستن. قلب های ما را به چیز نشستن، قلب رهبر تا هم نشستن. امام ابو حنیفه رحمه الله فقه را به چند بخش تقسیم کرده بود؟ او تمام فقه را 2 بخش تقسیم کرده بود. یکی فقه اکبر و یکی فقه اصغر. عقیده اسلامی چند اصول دارد؟ عقیده اسلامی 3 اصل داره. عقیده اسلامی در اصل 3 بخش تقسیم شده، 3 اصل داره. یکی اصل ایمانی هست. اصل ایمانی، اصل اول چی است؟ اصل ایمانی است. اصل دومش اصل عملی هست. در عقیده عمل است، فکرتان باشه، من براتون الان میگم. و اصل سومش اصل اخلاقی است. در عقیده اخلاق هم است. اصل عملی چند بخش دارد؟ اصل عملی 2 بخش دارن. اصل عملی چند بخش دارن؟ یکی تخصیص عبادت به الله، دومش تطبیق قانون الله.